ادامه لحظات شیرین شبخند و همکاری منتظر باشید. هایپ انرژی و سایزهای راحت افزا، جلوگیری از شاریدگی و ضد حساسیت، 100% نخی برای راحتی اطفال شما. با دایپر ریلکس بی بی شانس اطفالتان را بیازمایید. حالا با خرید دایپر ریلکس بیبی چانستان را بیازمایید. حالا با خرید بسته های دایپر ریلکس بیبی برنده $10 الی $100 و یا بسته های ریلکس بیبی شوید. ریلکس بیبی اولین و بهترین انتخاب مادران. خب فرزانه ناز شروع میکنه آهنگ بر ما. انار انار بیا ببالینم، شبنم گل نار بیا ببالینم. انار انار بیا ببالینم، شبنم گل نار بیا ببالینم. شبنم گل نار بیا ببالینم. گفتی بیا با بالینم 100 دفعه هم بگی من نمیارم. یک کف محکم‌تر. 1000 بار شکر که در 2 روز است یا 3 روز است که روشن در خانه است. نمیفهم مهربانی خدا از کجا شده؟ مهربانی خدا. خوب هستین؟ صحتمند؟ من معرفی کنم قبل از اینکه فکر کنی نانیم است. فرزانه جان شما فکر نکنین کی پدرکلانم است. هیچ لا شد از ما کپی کردی. معذرت میخوایم بجای پدرکلانم هستی. دیگه معذرت خواستیم و بخشیدم. خانم مسته
شیما نام خدا هر گوش داره قدین میز. خودش نام خدا هر دندان داره. رشبیل بگو خیره. تو بگی من نگم. جور بیم بگو اصل گپ چی است؟ جان جنگ نکنیم. خب درست است. از جنگ بگذر. فامیدی سابق یک متل بود میگفت زنها زیاد جنگ میکنن. حالا بدبختانه خاک دی تقدیر میکنن مردا. بسیار مردم خب بیا دنی بیا که جناب صاحب امروز در خانه است. ایسو کجا رفتی؟ ایسو اشارهگک نگو ما جای تو دیگه جای خواستگار میریم بر تو بیسو. تو برای مشکل اهل مشکلت اینجا آمدی یا که بر چشمه کردن دختر؟ کی چشمه کرده دروغ نگه. چشمه نگه و چشمش میپره بیس ایسو. خواه چی کار داری؟ واسطه آوردی؟ ما چند ماست که کمپانی فیلم سازی جور کردیم. یک دانه دختر پیدا نمیشه که در فیلم نقش بازی کنه. تو میخوای در فیلم درو فرزانه ناز در نقش بتیا؟ بچه فیلم کیست؟ نه برش خبر. نه بچه فیلم کیست؟ بچه فیلم خودی مصرم. بد کردی نشدی فیلمت. دیشی این فیلم سقوط سر از پیش از اینکه ثبت شد این فیلم دراپ شد خلاص شد. بچه فیلم ما باشم دختر فیلم فرزانه ناز. سعی کنید چی چیزایی در فیسبوک برای باشه که ما اول باز خودش چی میکنه خویی را پیشت باشه باز بخون خودت برای یک نقش بسیار خوب انتخاب کردیم برای تمیه فکست هم است. خب چی نقش؟ نقش گدایگرا را دمی چاراش باور کنید من باید را بخوانم. میفهمین چی نوشته گفته دوستت دارم. گفته در فیلم نقش بازی میکنی؟ ما بچه فیلم تو دختر فیلم اگر قبول است یک مسکال بده کردت ندارم. شرماندیم و دایرکتر کردت نداری فیلم از کجا بودی؟ فیلم های افغانی کجا در بازار فروش میره که بوده که آدم پیسه دار شد مجبور است کنه مسکال بده. باردار کاغذ ده دوستت دارم این چیزایی تا دیگان تا دیگه بگو. چی میخوای اصلی گپی دختر نقش بازی نمیکنه بگو. گفتم که برای خودت یک نقش صحیح میتونم خال مغال نکن. ما فهمیدم من اون نقش گدایگرم قبول دارم به شرط از اینکه پیسه رو برای گدایگر فرزانه ناز بده. نو پرابلم. بشینه فرزانه بیشی ما استایل کنم. نه شما فکر کنی گدایگر است شما برش پیسه میته. چک برش مرا پیسه را بکش از جیبت که زده از من در پول خیشتی و قسم نشی روشن جان سب صحیح بشی قسم دانه تا کج بگیری باشته ما در ببیتی بس از خود کامرا ساوند اکشن. ای بی بی جا ای بی بی جا یک چیز است میشه از خدا میشه. بخیر پیسه پودر برآمد بخیر. صبر تو. پیسه پودر برآمد. صبر تو. مقصد به خیراتگارا 10 یا 5 یا 2 افغانی یا 1 افغانی ما بر چقدر پول زیاده دادیم. ما خیرات دل داشتم قول بتون 15 روپیه بر 10 15 روپیه چی از خیرات طلب میکنی یا قول میدی که مردم نشد کات بیاد جدا شی. اما یک دختر مقبول باشه تو باز از تنها پیسه بخوای. نه گم شو برو پیسه خودم بگیرم. اگه وی کار خوب بود. خب تشکر از خودتان. خب روشن حالا پرابلم دی است که دختر پیدا نمیشه نمیفهمیم چی کنیم بگو. دا چی؟ من خود دیوانه ساخت میزون زوم زده پیدا نمیشه دختر برو یگان چیز اونا یگان طرف نه به این خاطر گفتم اگر اجازت باشه امی شیما جان جای دختر فیلم در فیلم من نقش بازی کنه. این میمونه دختر دیگه جن کار داشتی رو ببر. اگر دختر فیلم نشد ننه فیلم خو میشه. لالا باعث وحشتناک ببرشه فیلم تا مطلق وحشتناک بساز. تو سر شوی خود رشخندی میکنی؟ تو شرم نداری که سر زن خود رشخندی میکنی؟ گرزدر خود یاد ندارم قد میمون اگر اخلاق تا ندیدم. اینا میرن در خانه مردم کالاشویی میکنن. سگو انرژی هایپ با بیشترین انرژی، ذائقه خوب،
که ساخته شده از ذرات طبیعی می باشد توسط شرکت حسیب خان تریدینگ به بازار وارد گردیده. تا حال امر را آزموده اید، حال بهترین را بیازمایید. دوستایی که از فرزانه ناز سوال دارند بفرمایید. اول سلام تقدیم خدمت ناز و خدمت شما روشن جان. خواهش میکنم اول خدمت ناز باز خدمت قار. تشکر رسید برای ما. بفرمایید. سوال مایز از ناز جان. ناز خیره حال بچه هستن جوان هستن یکم مستی میکنن. خب چی باعث شد که تخلص شما ناز مانده شد و شما رو ناز مردم صدا میگن؟ چی باعث شد که تخلص من ناز مانده شود؟ خب اکثر سوال میکنن، فکر میکنن که ما نام هنریم تا نام خانوادگی فرق داره، اما نه. ما از خردترکی فرزانه نام داشتیم. از خردترکی چون خانواده‌ام بسیار مرا زیاد دوست دارن، بسیار نازدانه هستن. از خردترکی مرا ناز گای نازی، گای نازنین، گای نازم رقمی کلان شدیم. بالاخره ما شارتکت ساخته میرم ناز ماندیم تخلص خود. فرزانه ناز شارتکت نامشان است. یعنی از خردترکی امی تخلص ما. بسیار خوب جواب گرفتی خالد جان. تخلص میکنم. سلامت. دیگه دوست ما سلام احترامات خود را تقدیم میکنم برای فرزانه از ناز جان و حاضرین در تالار و برنامه شبخند. فرزانه جان، سوال ما از شما این می باشه که در سن چند سالگی رو به موسیقی آوردین و زیادتر که شما را تشویق میکردن کی بود که بالاخره تو هنرمند شدی و به آرزوهایت رسیدی؟ اگر 5 دقیقه دیگه هم وقت بهتون میگی بعد از این چی میکنی؟ در موتر میری تا خانه باز اگه آرسی کنی کیرم میگیری ما بلا امید باشیم نباشیم این گپاره. یک سوال دور دراز. خب لالای عزیز، ما در سال 2010 به میوزیک رو آوردم و حمایتگر من هیچ کس نبود. تمام خانواده مخالف بود. یک چیز واضح را براتون بگویم که هیچ کس نمیفهمه. پدر مادر همگیش تا یک مدت همراه می جنگیدن که ما نمیخوایم که تو باید بخوانی، اما آرزوی ما بود و به زحمت خودم به زده که داشتم به اونمو و نازدانم بودی اونم چیز گفتن ندانستن. بله همین مشکل بود. خب یک دوست دیگه ما سوال از همون میگیریم. یک سلام خاص به فرزانه ناز، یک سلام خاص به شما. و علیکم سلام. آفرین. از فرزانه ناز همی است که سعی کو بچهش اون مایک است تا اسکریم نیست. خب لطفا سعی موسیقی را که پیش میبره غیر از ادغام شغل ادغام داری؟ فهمیدیم گرفتیم. غیر از موسیقی میگم کدام کار دیگه هم دارین که پیش برین؟ اینا میرن در خانه مردم کالاشویی میکنن. سعی کو. بله، ما فعلا سر یک رستوران که برای خود میخوایم بسازم در دبی سر از اونمو کار کردم میرم دیگه کدام. واو. خب دوست عزیز. بله شنیدیم. سلام به فرزانه ناز. علیکم سلام. دیگه کلام گفتنی ندارم، صرف یک قطعه عکس. همین بیا داره وقت میتیم. بیا به افتخارش کف محکم بزنیم. واه. خب امرای فرزانه ناز عکس خود تا بگیریم یا عکس مویته؟ بیا ساچم. اجازه است؟ بفرمایید. سعی کن. ما که دیدم فاصله بینتان زیاد است. خب پیش عکاسا بر اونا یاد دارن چه رقم نزدیک کنه. خب مشکل هست. تشکر. به افتخارش. این بود برنامه امشب ما که خدمت شما تقدیم کردیم. تا برنامه دیگه خداوند حافظ و نگهدار همگی ما. شما دستتان خلاص هر چقدر فیلم ما رو در فیسبوک میکشین بکشین، ما افتخار میکنیم. این هم عکس اونم قدر ما رو مشهور میسازین. تشکر. تا شبخند دیگر به همکاری منتظر باشید. هایپ انرژی و سایزهای راحت افزا، جلوگیری از شاریدگی و ضد حساسیت، 100% نخی برای راحتی اطفال شما. با دایپر ریلکس بی بی شانس اطفالتان را بیازمایید.